سلام و درود خدمت شما عزیزان. این هم یک ساختمان دو طبقه هست که 4 تا اتاق خواب داره، آشپزخانه، یک سالن بزرگ، یک نشیمن طبقه بالا داره و تقریبا 15 متر در 10 متر هست. و این کل فضایی که داریم می‌بینید. اتاق خوابش نیز بزرگ هست، اتاق خواب خورده نداره، یک فضا لباسی نیز داره. این نمونه کار به شکل 3D هست و یک قسمت پیشروی کار طبقه اول که من اینجا نما یک مقدار به شکل برنده شکل گرفتیم، تقریبا اینجا حدود 1 متر است و این طرف نزدیک به نیم متر. و این هم که می‌بینید قسمت کلا سالن و آخر نشیمند و قسمت هم که می‌بینید آشپزخانه هست و این دو تا هم که تخت خواب روش ماندگی است اتاق خوابای ما هست. و آشپزخانه ما به اینجا است، یک آشپزخانه 3x4 و یک نشیمن غذاخوری هم پیشش میاد که زیر از اینی زیر پلیک استفاده شده. اینجا میتونید یک دستشویی حمام به خاطر سالن در برید. من به خاطر که برنامه اینجا جواب نمیداد نتونستم کار انجام بدم، فقط یک نمونه کار اومدم گفتم که براتون بگم. و اینجا هم یک نقطه داره که از این فضای خاطره که به خاطر لباس شستن ماندیم چطور میتونیم اینا هم استفاده بکنیم که اگر بخوایم باز رو براتون آخر ویدیو میگم. یا آشپزخانه‌اش است و قسمی که میبینید فضای کم به خاطر خودم کابینت نداره، کل فضا داره که تا کابینت یا انواری بخوره که ازش بشه استفاده کرد. یا پشت سر کار هست و اگر بخوایم این بغل کار و پشت سر کار با دیوار بچسبونین چه کار بکنین داخل ویدیو گفته شده. یا نمای کلی بر دو طبقه هست. طبقه دوم و اینجا که میبینین یک اتاق خواب با حمامش و یک اتاق خواب خود راگن اونجا است که یک بالکن دو طرف داره و این قسمت هم یک نشیمن بسیار خوب و نشیمن که بشه فضای استفاده کرد. یا یک بالکن است که میشه تابستون ازش استفاده کرد. و این قسمتی که میبینین کلکین در دو پله مونده شده. یک قسمت به خاطر اینکه زیرش دیوار وجود نداره ما فعلا دیوار موندیم، ولی وقت شما باید کاملا دروازه کلکین جدا کنین تا وزن و روی سقف بسیار کم باشه. اگر به شکل بتون ریزی انجام میشه خب زیاد چیز نیست، دیوار بلند میکنه و اگر به شکل خشت میچینین و زیاد چیز نمیکنین بهتر است که اینجا وزن کمتر باشه و زیر از دو تا آهن داده شود که تا بتونه وزن بالا کنه. یه همه بالکنکی هست که براتون گفتم که مربوط به این اتاق میشه. یک چیز جمع جور و خوب بریم مراحل ساختش با هم ببینیم و ویدیو تا آخر تماشا بکنید که یک نکته بسیار مهم و جالب نیست آخر ویدیو براتون گفتیم. و اگر میخواین همچین کارایی ببینید حتما حمایت کنید، سابسکرایب کنید و اگر شما مد نظر یک فضا دارین متراژش در کامنت برام بنویسین، حتما براتون طرحهای و متراژی که شما بودین خواهم ساخت.
در این حالت اگر قرار بگیره باید این ساختمان در بین یک زمینی که هست قرار بگیره و اگر بخواید به یک گوشه زمین بچسبونین، یعنی به 2 سمت میتونید از این قسمتی که به خاطر لباسشویی مونده شده بالا، طبقه بالا که اینجا بالکن است، بالکن هست کنید و به این قسمت یک پنجره بسیار خرد بتونید که نور از این اتاقی که هست بشه از اینجا یا از این تراس خردرک گرفته شود. وقتی نور از اینجا گرفته شود وقت شما 2 تا پنجره را میتونید حذفش بکنید و پنجره بعدی یک پنجره روبرویی که فعلا ماشین لباسشویی مونده شده رو بانید، پنجره دیگه هم که اتاق است به اینجا بیاد که کار باعث میشه که هم اتاق که لباسشویی نور داشته باشه و هم اتاق خواب. خب یه هم بود از ویدیو امروز. امیدوارم که ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر میخواین همچین کارهای بیشتر ببینید حتما سابسکرایب کنید. تا دیدار بعد.